به اطلاع رسمی در سال 2025 بیش از 3600 شکایت از خشونت در خانواده ها ثبت گشته است. 403 مورد زیادتر نظر به سال 2024. با اشتراک نمایندگان کمیته کار با زنان از خود کمیته سرکردگی تا مقامات محلی حکومت دولتی در این سمت کاربری میکنند با اهالی. نوبسته از این ما دیدیم که از روی معلومات هایی که جنبستی سال ما جنبست کردیم بسیار تشویش آور هست. رقم و که من حاضر نامبر کردم در مورد زورآوری. خشونت خانوادگی در حال حاضر در تاجیکستان جرم جنایی نیست. مقامات سالها باز نیت دارند که آن را جرم جنایی بشناسند، ولی این کار تاکنون صورت نگرفته است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان تابستان سال گذشته از طرح نوی الوه ها به کادکس جنایی خبر داد که خشونت و زورگویی در خانواده را کردار جنایی اعتراف میکند. جنایت اعتراف شدن خشونت خانوادگی یکی از توصیه های نهادهای بین الملل از جمله سازمان ملل متحد است. کارشناسان و سازمان های بین المللی یکی از دلیل های ناکامی جامعه های سنتی از جمله تاجیکستان را برای پیشگیری از خشونت خانوادگی تاکنون جنایت اعتراف نکردن این کردار می‌دانند. بنا به تحلیل کمیته کار با زنان و عائله، یکی از سبب‌های زیاد بودن آماری از همپاشی خانواده‌ها نیز خشونت از جمله دخالت خسور و خوشدامن و خواهرشویی‌ها و خواهرزنان به زندگی خانواده‌ها است. در مجموع در یک سال اخیر در تاجیکستان زیاد از 8,500 خانواده از هم پاشیده است. همچنین در پی خشونت خانوادگی 212 مورد خودکشی و سوء قصد به جان از سوی زنان صورت گرفته است. تاجیکستان برای کاهش خشونت در خانواده‌ها قانون ویژه درباره پیشگیری زورآوری در عائله را سال 2013 پذیرفت. با این وجود هر سال موردهای خشونت زیاد ثبت می‌شود.